خب سایتیشن رو اینجا خوانده بودیم. اینجا مارک سایتیشن چی کار میکنه؟ وقتی که ما سایتیشن ها رو داشته باشیم، سایتیشن ما خواندیم که وقتی که یک کتاب راپورت چیز داشته باشیم، نام اتوری از رو نوشته میکنیم، در کدام سال جور کرده، کدام کمپانی جور کرده، اون معلومات کلگی در کجا ما نوشته میکردیم؟ در سایتیشن نوشته میکردیم. باز هر جایی که ضرورت میشد سایتیشن میرفتیم، امور رو کلیک میکردیم، اینجا خونه جور میشد و از منیج سورس کلگی کل سایتیشن ها اینجا موجود می باشه. مثلا از هرات که جور کرده بودیم، هر یک که میخواستیم ادیت کنیم، دیلیت کنیم، کپی کنیم، هر تغییراتی که می آوردیم در اینجا تغییراتش می آوردیم و از اینجا اد میکردیم. حالا اگر ما چند تا سایتیشن داشته باشیم، باش که ما منیج سورس کلیک کنیم، این سایتیشن کلیک کنیم که بیایم، اینه یک این سایتیشن آوردم، یکی سایتیشن دیگرم اینی رم بیارم. اینی سایتیشن هم آوردم. ما چند تا سایتیشن داریم، مثلا چندین تا سایتیشن داریم. میخوای که فهرست از یار جور کنی که کلیش در فهرست بیاد که این سایتیشن مثلا نام نفر کلی چیزایش باشه، در کدام صفحه است، در کدام صفحه است. باز باید چی کار کنی؟ این سایتیشن از اینجا انتخاب کنی و از اینجا چی کلیک کنی؟ مارک سایتیشن کلیک کنی. مارک چی مانا؟ نشانی کردن. ایره کلیک کنی. سعی کنی نامش همون نام آمد که فرهاد 2007. اگه همین نام قبول داری خوب، اگه چنج میکنی چنج کن. اگر این مارک کن. سعی کنی سایتیشن مارک شد. بعد از این سایتیشن است. اینی را میخوایم مارک کنیم. مارک سایتیشن کلیک کن. میگم این نامش سایز مارک میکنیم. هر چند سایتیشن ها رو که داشته باشی، به خاطر که فرستشان رو جور کنی، کلش باید اول مارک سایتیشن کنی. از اینجا باید مارکش کنی. باز وقتی که مارک شد، باز هر جایی که فرست جور میکردی، باز از اینجا insert table of authorities کلیک کنی. باز اون تیبل میای، مثل که در table of content بود، در table of figure بود و در index بود. میره فقط اوکی میکنی، این لیست سایتیشن ها جور میشه. اگر می نشونایش پاس میکنی، در هم منیو رو پاس کنی، پاس میشه. فرست چی جور میشه؟ سایتیشن. این سایتیشن در کدام صفحه است؟ در صفحه اول است. بزن. این سایتیشن در کدام صفحه است؟ در صفحه اول است. فهمیدین؟ مارک سایتیشن به خاطر چی استفاده میشه؟ به خاطر مارک کردن سایتیشن. وقتی که میخوای که فهرست سایتیشن ها رو جور کنی، سایتیشن هایی که در صفحه داری، هر یک باید سلکت کنی، از مارک سایتیشن رو مارک کنی. بعد از او از تیبل اف اتوریتیز هر جایی که کرسر ماندی، از اینجا فهرستشن رو جور کنی. باز وقتی که تغییرات میآوردی چی استفاده میکنی؟ آپدیت. مثلا کدام سایتیشن از یک صفحه به دیگه صفحه برای اضافه شوه کم شوه، باز یا از اینجا رایت کلیک آپدیت فیلد کلیک میکنی یا از اینجا آپدیت میکنی. فهمیدین اینا؟ مشکل نیست؟ خب بس میایم در میلینگز. در میلینگز دیروز انولپس خوانده بودیم و لیبل خوانده بودیم. لیبلز انولپس خوانده بودیم که به خاطر چی استفاده میشه؟ واقعیت خط. و لیبلز به خاطر لیبل هستن که ما گفتم خرد لیبل ها رو جور کنیم، باز پرینت کنیم، مورد ضرورت در جایی که نصب میکردیم استال میشه. باید اینجا ای را کلیک میکردین. این صفحه چرا باز نمیشه؟ وقتی که لیبل جور میکردیم، اینجا می آمدین در میلینگز لیبل کلیک میکردیم. اینجا هر لیبل که ضرورت داشتی نوشته میکردیم معلوماتشان و در آپشن سایزش انتخاب میکردی که چقدر سایز داشته باشه. یعنی اینجا ویت و هایتش نوشته می باشه. هایت چی مانا؟ هایت مانا بلندیش و ویت بر. ویت که از بر میگه. این اینجا بر و هایتشان نوشته هستن. اگر ویت و هایتش کم می باشه، در صفحه زیاد میه، چون خرد می باشه. و اگر زیاد باشه باز سایزش کلان باشه، باز کم میه. به خاطر که باز کلان میه. باز فقط اینجا نیو داکومنت کلیک میکنی، در صفحه میره. اگر پرینت میکردی باز پرینت میکنی. خب حالا میخوانیم مایل مرج. استارت مایل مرج. هیچ کار میکنه؟ دی بسیار زیاد چیزا داریم. اولش مثلا ما میخوایم که یک لیتر را نوشته کنیم. ما میخوایم که یک لیتر را نوشته کنیم برای چندین نفر که موضوع یک موضوع باشه. فقط برای هر کس که نوشته میکنیم نامی از رو نوشته کنیم. مثلا یک دعوت نوشته میکنن که کلگی بارسی حشمت خبر هسته، برای هر یک ورق نوشته میکنی. نه دو چی فرق میکنه؟ دو تنها نامش فرق میکنه که نام هر یک نوشته کنی. نه مثلا اگر یکی در یک تایم میخوای، دیگه تایم میخوای تایمینگ نوشته کنی. چیزایی که چنج میشه
چند چیز است، مثلا نیم و دو دیگه متن کلش یک چیز است. مثلا ما اینجا نوشته میکنیم سابجکت، در سابجکت نوشته میکنیم که چی است؟ عروسی حشمت الله اینوایتیشن است سابجکت. در کدام تاریخ هست؟ مثلا اینجا تاریخ و چیزایش نوشتم، موضوعش نوشته میکنی که کی هستن، در کجا هستن، بره نوشته کنیم. داخل نوشته کردیم که با احترام حشمت الله. تو دیگه اصلا متوجه نمیشی، مجبور مثالای تو رو بتونی که تو متوجه باشی. خب ایره نوشته کردیم. حالا ایره ما میخوایم که اینجا اول بر کی نوشته کنیم؟ بر فرهاد نوشته کنیم. باز با دیگه کس نه؟ حالا ایره خب این نوشته کردیم. مثلا اینجا آدرس فرهادم نوشته کردیم، باز چیزایی که ضرورت است وارم کتش نوشته کردیم. حالا خب یک نفر شد، میخوایم به خاصمون نوشته کنیم. چی کار کنیم باید؟ ایره باز مکمل پرینت کنیم یا کپی پیست کنیم در دیگه صفحه، باز اونجا نامش چنج کنیم بر دیگه کس باز، بر دیگه کس باز. بر هر نفر ای اگه به 100 200 نفر می باشه چقدر وقت میگیره نه؟ باز میان چی کار میکنین؟ اینی نامه و چیزا را پس میکنین، من از میل مرج ویزارد از اینجا چی رو انتخاب میکنه؟ لیترز. این خودش لیتر است، دیگه ضرورت نیست که ما دوباره لیتر را کلیک کنیم، به خاطر که خودش آلردی لیتر است که کلیک کردین پس اون لیتر ها. باز میای چک ما این را از دو طریق جور کرده میتونیم. یکی این استپ بای استپ میل مرج ویزارد است و یکی اینی آپشن ها که در اینجا است، کل آپشن ها اینجا هستن. از اینجا میتونی و از اینجا میتونی. اول از اینجا جور میکنیم، اینجا نمیریم، اول از اینجا جور میکنیم. از اینجا که جور میکردی میای اول از اینجا ریسیپنت سلکت ریسیپنت چی مانا که نامه را انتخاب میکنی. خب نامه باید پیش از پیش داشته باشی، اگر نه داشتی باز چی باید بکنی؟ تایپ ا نیو لیست، باید یک لیست نو جور کنی، نامه را که بر کس که می اینویتیشن روان میکنی نامه کلا گیره نوشته کنی. فقط بیاین این را کلیک کنین، یک لیست میاد که در این لیست چه قضیات چیزا هستن. اگه کلش نوشته میکنیم دلت، اگه تغییرات می آوردی باز میای چی را کلیک میکنی؟ کاستومایز. به خاطر که ما این چیزا رو خو کار ندارم، ما این چیزای کسا رو نوشته نمیکنیم که مثلا فرست نیم، لاست نیم، کمپانی و وی چیزاش نوشته کنیم. باز رو چی میکنیم؟ دیلیت میکنیم، یک به یک دیلیت میکنیم. اون که ضرورت داری او ربان، که ضرورت نداشتی وارا دیلیت کن. این یارو دیلیت کنیم، اثر اد میکنیم. میگم به خاطر اینویتیشن چی رو نوشته میکنیم؟ نیم نوشته میکنیم. دیگهش مثلا دیت نوشته میکنیم، یگان تاش بر شویخی نمیخوایی، یگان تا راستن بر روز عروسی میخوایی نه، دیت شو نوشته میکنیم. دیگه چی نوشته میکنیم؟ تایم نوشته میکنیم و دیگه هم مثلا آدرس نوشته. چیزی که ضرورت باشه کلش باید اد کنی و نوشته کنی. بازم اگه چینج میکردی دیلیت، اگه دیلیت میکردی، اگه نامش چینج میکردی رینیم، موو داون، مثلا آدرس داخل آمد، اگه میخوای که داول بیای در پایین بیای از اینجا موو اپ موو داون کرده میتونی. وقتی که اوکی کردی سایکال می چهار چیزا میمونه، نیم، دیت، تایم و آدرس. اینجا نوشته کو. مثلا میگم اول برای کی؟ فرهاد. در کدام تاریخی باید بیای؟ مثلا میگم که در اینی تاریخ باید بیای. در کدام تایم بیای؟ 5 بجه بیای. و آدرسش کجاست؟ خیر کمپانی نوشته میکنه. این خو یک نفر شد. نفر دوم باید باز چی کلیک کنی؟ نیو انتری کلیک کنی. انتری دوباره کسی دوم نوشته کنی. مثلا میگم که محمد قاسم. این با کدام تاریخ بیای؟ مثلا میگم که با 4/4/2017 میای، یک بامباتشی بیای. و این در کدام تایم بیای؟ 4 بجه. یه هم دمی آدرس کمپانی بیای. چند نفر شد؟ 2 نفر. یک 2 نفر دیگه هم اضافه میکنیم، 4 نفر شود. دیگه ایش باز اگه شما نوشته میکردین شما نوشته کنین. خود دیگه ایش اسمت الله است. این میگم در اینی تاریخ بیای. تایمی از این 12 PM. یک کسی دیگر را مرد میکنیم. کی خبر میکنی؟ خالد سیس؟ احمد خالد. این کدام تاریخ بیه؟
2017 بیایم و یک لیست که بر کسایی که می مکتوب باشه لیتر باشه روان میکنی نامای کل گیره اینجا باید نوشته کنی. وقتی که نوشته کردی فقط ایره اوکی کو سعی کنی که اوکی کنی اینی آپشن ها کلش فعال میشه. ولی فعال نیستن نه اینی آپشن ها رو که میبینین کلش فعال نیستن به خاطر که فعال شوه این لیست که جور کردی کلش فعال میشه. فقط ایره اوکی کو سعی چی میشه اول میگه لیست باید سیو کنی. لیست به خاطر سیو کنی که در آینده اگه ضرورتت میشه باز ضرورت به این نام باشه که تو کل نامه رو نوشته کنی. نامه تیار موجود می باشه. این رو ما سیو میکنیم به نام حشمت الله. این رو سیو میکنیم. وقتی که سیو کنید سعی کنیم آپشن ها کلش فعال میشه. دیدین؟ کل آپشن ها فعال شد. وقتی که آپشن ها فعال شد خیره در این فایل میخونیم رفتیم. در این فایل باید بیم. لیست خود تیار جور کردیم سیو کردیم نه؟ به خاطر که مو لیست بیاریم چی رو باید کلیک کنیم؟ use an existing مو لیستایی که تیار جور کردگی باشه او را میتونیم باز کنیم. پیشتر ما او را در اون فایل جور کرده بودیم. که را باز میکنیم این آپشن ها کلش فعال شد. وقتی که آپشن ها فعال شد اگر میخوای که کدام نام چینج کنی اینجا میتونی که در ادیت ریسیپینت کلیک کنی اون نام کلش معلوم میشه. اصلا اگر مثلا کدام کس نمیخواستی مثلا میگم با قاسم می خط نوشته نشه تیک مارکش حذف کن. اگر تیک مارک باشه نوشته میشه. کسی که تیک مارک می باشه میای که نمی باشه برای از او نوشته نمیشه. خب این کلشون هستن اوکی. بعد از اون میای از اینجا اگه چک میکنی که کدام نفر هستن سکو حالا اینجا شماره چند است؟ 2 ایرا کلیک میکنی 1 2 3 4 از 4 اضافه بود چند نفر بود؟ 4 نفر بود. ایرا اگه کلیک میکنی این 1 ای 4 ای از ای با اول میره ای با آخر میره ای 1 کم میکنه ای 1 زیاد. حالا این نامه را از کجا میاری؟ مثلا ما میگم که نام را کجا نوشته میکنیم؟ در اینجا نوشته میکنیم. نام از کجا باید بیاری؟ از insert merge fields. این رو کلیک کن. سعی کن چند چیزا رو ما نوشته کرده بودیم؟ 4 چیز. name, date, time و آدرس. میگم در اینجا که کرسر ماندیم اینجا باید چی بیای؟ نام بیای. زیرش میگم date بیای. باز زیرش time. باز زیرش چی بیای؟ آدرس بیای. هر فیلدی که در هر جای ضرورت داشتی از اینجا برو اونجا عرض کن. وقت کردی اگه بازم میخوای که معلوم شود که کدام کسا هستن فقط اینجا میای چی رو کلیک میکنی؟ پریویو ریزالت رو کلیک میکنی. سک نفر اول کی است؟ فرهاد. اینی تایم اینی دیت و اینی کمپانی. باز حالا اینجا نفر دومی رو کلیک کنی نفر دومی رو برات نشون میده که کی است؟ قاسم. نفر سومی آخر کی است؟ اول کی است؟ کل نفر رو برات نشون میده. وقتی که چک کردی که کل چیزا جور هستن باز میای چی رو کلیک میکنی؟ finish and merge. ایره کلیک کو. اینجا یکی پرینت است. اگر میخوای که راستن در ورقه پرینت شود باز چی رو کلیک میکنی؟ پرینت. و اگر میخوای که نه فعلا در اینجا در ورد بیای باز edit individual documents. ایره کلیک کو. ایره که کلیک کردی اینجا میگه که merge records all. اگر می آلش باشه چند نفر ما داشتیم؟ 4 نفر بر 4 نفر نوشته میشه. و اگر اینجا میگه که current record با این معنی که اینجا در صفحه فعلا کدام یکش است؟ شماره 1 است. شماره 1 کی است؟ فرهاد. تناور فرهاد نوشته میشه. و اگر عدد نوشته میکنی که مثلا از 1 تا 3 برش نوشته شود و دیگرها نوشته نشود. اگر آل کلیک کنیم بر کلگی نوشته میشه. خب ما آل کلیک میکنیم که فعلا بر کلگی نوشته شود. اوکی کو؟ سایکال چی میشه؟ اول بر کی نوشته شد؟ بر فرهاد. آل بیا در صفحه 2 بر کی نوشته شده؟ در صفحه 3 بر کی نوشته شده؟ اگر پرینت کلیک کنی راستن پرینت میشه. اگر در ایمیل کلیک کنی راستن در ایمیل. فهمیدید؟ میل مرج چی کار میکنه؟ میل مرج وقتی که یک مکتوب یا اینویتیشن هر چی که باشه میخوای با چندین نفر نوشته کنی که موضوع یک موضوع باشه فقط تغییرات در نام و در بعضی چیزا تغییرات بیاین. باز چی کار میکنی؟ اول میری در میل مرج ویزارد باش اثر تکرار کنیم. میای در رفرنس در میلینگز از اینجا چی رو انتخاب میکنی؟ لیترز. وقتی که لیترز جور میکنی باز از اینجا که از لیست جور میکنی. اگر لیست پیشت نباشه اثر جور میکنی چی رو کلیک میکنی؟ تایپ نیو لیست. باز اینجا از خودش اینی لیست میاد که باز چیزا دیگه هستن من فلانه. اگر یارا تغییرات میآوردی مثلا کم میکنی زیاد میکنی باز چی رو کلیک میکنی؟ کاستماایز کالم. هر چیزی که نمیخوای اون رو دیلیت کو. چیزایی که میخوای و رو اد کو. مثلا یارا کلش ما دیلیت میکنیم. کدام چیزا رو اد میکنیم؟ مثلا نام و فلان واره که کلش اد کردی اوکی میکنی. باز اینجا در لیست ناماش نوشته میکنی مثلا علی و باز نیو انتری
ولی و کسی را اگه پس دیلیت میکردی دیلیت انتری. باز این لیست که جور شد که اوکی کنی اینجا برات میگه که این لیست باید سیو کنی به هر نام که سیو میکنی. مثلا یک نام میتی سیو میشه. باز وقتی که سیو شد هر وقت که باز آینده ضرورت میشد که در دیگه فایل او رو باز میکردی باز میای اینجا چی رو کلیک میکنی use an existing list. لیست هایی که سیو کردی میتونی از وای استفاده کنی. مثلا میگم از این استفاده شد. بعد از او چی کار میکنی؟ اگه کدام کس را بازم ادیت میکردی ادیت ریسیپینت لیست کلیک کنی اون لیست مکمل میاد. اگه کدام کس را پاس میکنی و یا دیلیت میکنی یا میگی برش نوشته نشوه تیک مارکش پاس میکنی. باز در هر جایی که میخوای نام و چیزا رو نوشته شوه کجا میری؟ insert merge fill. امور نام‌ها و چیزا رو که نوشته کردی وارا کلیش اد میکنی. مثلا میگم نام اینجا بیا دیت بیا مثلا تایم بیا و دیگه چی بیا آدرس بیا. باز اگه چک میکردی که اول کی است دوم کی است این پریویو ریزلت کلیک کنی اینجا برات نشان میده که کی است احمد خالد چندم نفر هستی چهارم. اینا میتونی که از اینجا کلش یک به یک ببینی آخره ببینی و اوله ببینی. باز وقتی که کل چیزا آماده شد باز میری در کجا در فینیش کلیک میکنی ادیت individual. اگه کلش میخواستی اگه کرنت کلیک کنی باز تنها اینجا که هر کس باشه شماره اون نفر میه پروم عدد میتی که از چند تا چند. و اگه کلش میخوای اوکی میکنی باز در هر صفحه بر یک نفر نوشته میشه. فهمیدین؟ مشکل نیست یا دوباره بر تکرار کنم؟